داملای محترم، برای مردها و زنهایی که خود را مسلمان میگویند با زبان مادری خود حرف زدن نمیتوانند و لباس مسلمانی را یگان بار هم نپوشیدند، در همین موضوع کمی روشنی میانداخته تا که آنها میفهمیدند که مسلمانی چیست. انشاءالله ما در باب لباس هاش کو صحبت داریم، الهیده صحبت میکنیم و در باب کسانی که زبان مادری خود نمیدانند گفتگی، یعنی اگر شاید اگان عذرهایی باشد، زبان مادری را دانستن این افتخار است. هر یک مرد تاجیک امروز الحمدلله که جمهوری ما و شما همه مؤسسه ها و زبان تاجیکی، تمامی بگیم همون کاغذهایی که حجتهایی که در هر یک کارخانه ها وجود دارد همه به زبان تاجیکی گرداندگی هستند. салом дӯстон, бисёри шумо аз простатит тағмисӣ мекашиде. Марҳамат бародаро, ба шумо тавсия метавонам полноценный курс лечения барои простатит. иншаллоҳ ки ҳам мардонага ба хоҳад мекунад, ҳамчунин желаниям хобагия хуб мекунад, ҳам барои гурда, меъда, қади рӯдуҳо беҳад эффективнай. Трилибус масин, 2 дона равғани хилба, 1 та қисал ҳинди, 2 пачка фитосвеча. غیر از این شرکت شفافرما برای شما حجامه بپول را پیشنهاد می‌نماید. کسانی که در شهر مسکو قرار دارد هم رفته حجامه کنند، هم داروهای خود را دسترس نماید. مرحمت. سلام علیکم رحمت الله و برکاته. همه کسی نظر سوزین. اینا ما از سرحد قزاقستان گشتیم. اینا بچه‌ها چخیر رفت آمدگی خودشون ای آواز خودشون بشنوین. اینا سلام علیکم بچه‌ها، اینا شکر خدای اینا رفتیم اومدیم. اینا از داکمنت همین ماشین قطعی رفت اومدگی. همین ماشین خودش میگذرونه، با خودش عبرت نمیگیرن، میبیه. تلفن‌ها پراویر کنه میکنن، یگام چه پراویر کنه میکنن. تنج رفتیم اومدیم. راه در دو جوده من کردن، در داکمنتوشو ندیدم. من ماشه خودم معامله کردم. محمود به داکمنت بدیا؟ چند قبل داکمنت واسه نکرده بودم. اینا همین کارات رفتم اومدم bez problem. همین ماشین قطعی داکمنت اینا میگراسیون که پیچت نچت هم آشنا بود. از این خاطر با زبان تاجیکی خودمان سخن گفتن اینم یکی از فضل ما و شما را نشان میدهد. برای همین کسانی که دیگر زبانها را مثال میدانند اینم افتخار است. من طرفدار همون جوان شخصی هستم که زبان مادری را داند. زبان از همه مهم در دنیا امروز زبان انگلیسی است. زبان انگلیسی را داند که در دنیا اولین زبانی که الحال می ایستد این زبان انگلیسی است. انگلیسی را داند. زبانهای روسی را داند. اینا زبانهایی هستند که شما در کدام دولتی که روین وقتی با زبان خود همونها صحبت میکنین شما اونجا غریب نمیشوین. اونجا شما انشاءالله باز عزتتان بلند میشود وقتی که شما با زبان خود همون مردم صحبت میکنید. روی حقیقتی هست قطع نظر به یگان اطراف نظر نکرده. برای شما ما هر سوالی که کردین انشاءالله جوابش را از حقیقت اسلام به گوش شما میرسونیم. پیش از این سوالها را جواب گفتن یکی از دوستان پیغمبر شهر ابن حوشب بودن. میگوید قلت لأم سلامة یا ام المؤمنین ما كان دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان عندك. حوشب میگوید نزد ام سلمه رفتم. ام سلمه یکی از ازواج مطهرات است، یکی از زنهای پیغمبر خدا هست. میگوید نزد همین ام سلمه رفتم و از ام سلمه پرسان کردم شبهایی که پیغمبر در خانه تو بود، وقتهایی که پیغمبر به خانه تو می آمد ای مادر، ای ام سلمه، چی دعا میکرد؟ دعاهای او از چی عبارت بود؟ ام سلمه مادر ما و شما که در پهلوی پیغمبر خدا خواب بودند و با پیغمبر خدا یک جا هم صحبت بودند
و صدای رسول اکرم در عبادتهاش که میشنیدن گفتن کان اکثر دعائه اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ام سلمه میگوید از زبان شیرین این حبیب خدا میشنیدم که در نمازها میگفت که ای ذات، ای پروردگار، تو دلها را دیگرگون میکنی، دلها را تبدیل میدهی. از این خاطر تبدیل دهنده و تغییر دهنده دلها تو هستی. ای ذات پاک، دل مرا در دین اسلامت مستحکم نگه بدار. این دعای حبیب خدا بوده است در نمازهایش. از این خاطر ما هم به این دعای حبیب خدا پیوست می شویم و دعا میکنیم که خدای مهربان دلهای این جمعیت ما را، دلهای این مردم تاجیکستان ما را در اسلامت، بر محبتش خدایا مستحکم نگه بدار. از این دلهای ما خدای مهربان حسد را، کینه را، بدگویی را، بخیلی را دور بگردان و در عوضش پروردگار و محبت خودت، محبت اسلام و قرآنت را خدایا جایگیر بگردان. و خدای مهربان این بندگانی که از راههای دور و نزدیک برای ادا کردن نماز جمعه حاضر شدند، در هر قدمشان خدای مهربان حسنات کتابت بفرما و گناهاشون خدایا محو بگردان. و خدایا گذشتگان این قوم و جمع ما را رحمت و مغفرت بگردان. بیماری های این قوم و جمع خدایا شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردان. مسافرهایی که از این دیار ما در سفر هستند خدایا صحت و سلامت با مرادهای حاصل شده به خاندانشان پس بگردان. و خدایا این جمهوری ما را در بین تمام دنیا از جهت فرهنگ و از جهت اسلام و از جهت اقتصاد خدایا شهرتمند بگردان. و این رهبران دولت ما را خدایا توفیقشان را رفیق بگردان، عمرشان را دراز بگردان. هر عملهای نیکی که برای آبادانی تاجیکستان دارند خدای مهربان موفقشان بگردان. آمین یا رب العالمین. الحمدلله که با شما در باب نماز و بی نماز صحبت ها داشتم و انشاءالله باوری کامل هم دارم که این صحبت ها بی تأثیر نمی ماند و هر یک شخصیتی که سخن خدا و پیغمبر را می شنود وظیفه‌دار است که این سخنها را برده در خانه خود عملی بگرداند. انشاءالله بعداً اجر او پیدا می شود. حضرت عمر می گوید ان اهم امركم عندي الصلاة فمن حافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع. حضرت عمر بار تمام حکومت در اطرافش جمع کرد. وقتی که در خلافت نشست، یعنی در پادشاهی که نشست بعد ابوبکر صدیق، حضرت در حال سروزیر فیراد کرد تمام وزیرها تا گرفتن نزد من بیا، تمام شخصیتی که در حکومت من کار میکند همه را در نزد من حاضر کن. همه جمع شدند. حضرت عمر اولین سخنی که گفتند ای بندگان خدا، ناوابسته شما در کدام پایه حکومت من کار میکنید، اولین وظیفه که من در ذمه شما میگذارم این است که نماز در وقتش ادا کنید.
بی نماز نباشیم. فمن حافظ علیها حفظ دینه. کدام از شما گفت اگر نماز در وقتش میخواند معنای این را دارد که وی دفاع از اسلام کرده است و دین اسلام را محافظت کرده است و دین خودش را محافظت کرده است. و من ضیعها. اگر کدام شما مبادای که وظیفه شما، مبادای پولداری شما اگر سبب شد و شما نماز ضایع کردین، پس من از شما باوری ندارم که این جمعیت از دست شما آباد شود. شما وقتی نماز ضایع کردین، شما در این مردم مسلمان خدمت کردن نمیتوانید. این سخن حضرت عمر بود روزی که در تخت شاهی نشسته بود. حضرت عمر میدانستند که حدیث پیغمبری خدا را خوانده بودند که ان الله تعالی لا ينظر الى صوركم و الى اموالكم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. و میدانست که پیغمبری خدا گفته بود که ای بندگان خدا هوشیار باشین که خداوند در پولداری شما نظر ندارد، در صورتهای زیبای شما نظر ندارد، در اولاد تو از کدام اولاد اجداد هستی، تو در کدام پایه کار میکنی، به این نظر نمیکند، بلکه نظر میکرد از پروردگار ما الی قلوبکم و اعمالکم. فقط دلهای شما را نگاه میکنم، عملهای شما را نگاه میکنم که در دل تو چی نیت است و عمل تو چی گونه عمل است. حضرت عمر اینو میدانستند، خدا رحمت و مغفرتشان کنند، و میدانستند که یک زمان موقت من سروری میکنم و فردا که نزد پروردگار رفتم مرا از این نماینده ها میپرسند که آنها را دعوتی بر نماز کردی یا نکردی. چی مبارک بودن حضرت عمر. اگر تاریخ را ورق زنیم باور که انسان آب چشمش داشتن میتونه. چی مبارک حضرت یک خلافت کردن. باره میگوید حضرت عمر یک معرکه در آمدن که در اونجا محمد ابن مسلمه یکی از آدمای حقیقت گو بود، حقیقت را میگفت. کجروی کدام شخصی را که میدید همون زمان حقیقت را میگفت. و حضرت عمر نزد همین قوم آمد، نزد همون حلقه آمد و گفت ای محمد، گفت ابن مسلمه، تو یکی از آدمهای حقیقت گو هستی، الحال خلافت من چگونه است، پادشاهی من چگونه است. حضرت محمد گفتن، عمر گفتن عدالت تو خیلی به اندازه بلند است، بسیار یک عدالت کلانی داری. بازم این قدر مالی که در بیت المال جمع می شود، تو چنان دلی تو از دنیا مردگی هست که در تلاش جمع کردن مالم هوس نداری، در مال جمع کردنم هوس نداری. حضرت عمر دوام دادن، گفتن محمد گفتن اگر با شرطی که من یکی کجروی کنم چی؟ اگر مبادایی که فردا یک کجروی میکنم، یک احکام پروردگار را میشکنم. این محمد ابن مسلمه گفتن، عمر گفتن اگر تو گفتن کجروی کنی، اگر مبادای یک آیت یا یک حدیث پیغمبری خدا را اگر تو پایمال کنی، من تو را با شمشیر راست میکنم. حضرت عمر گریان شدن، گفتن هزارها شکر به سوی پروردگار که در بین ما قومی بود است که اگر عمر کجروی کند عمر راست میکند. این چگونه یک آدمی خاکساری بودن. الحال من در همین مسجد امام خطیب هستم، اگر یک نفر یافت شود یک کمبودی مرا گیرد، من غضبناک میشوم، حالان که این کار من نادرست است. باید که من راضی شوم، بگم خوش به حال تو که کمبودی مرا گرفتی. چی مبارک حضرت ذاتی بودن، خدا رحمت و مغفرتشان کند.
از همه امر مهم نزد من گفتن این نماز است. کدام از شما گفتن در حکومت من کار میکنید باید که نماز ادا کنید. بار حضرت میگن مسجد در آمدن دیر کردند. مردم قوم انتظار که حضرت عمر می آید. حضرت عمر نماز قوم می خوانده می دادن. وقت اون زمان پادشاه ها پیش می در آمدن. کمی دیر کردن، قوم بی‌ضابطه شدند، بی سرانجام شدند. به ناگاه حضرت عمر در آمد و نزد قوم عذرخواهی کرد. گفت قسم به خدا، گفت این یک لباس تری که در بدن من می بینید این لباسی هست که هم مهمانهای رهدوری را با این قبول میکنم و هم برای مسجد آمدن با همین لباس نماز میخوانم. الحال تر بود، کمی ایستادم تا که یک خشک شود و در بدن کنم آمدن نماز شما را خوانم. در خلافت نشسته بودن، یک کرته در بدن داشتن، هم مهمان قبول میکردن هم با این نماز مردم میخواندن. الحال سوال های خیلی زیاد است. انشاءالله فکر میکنم در باب نماز کفایت کننده است. خیلی صحبت های زیاد کردیم. 5 جمعه با شما در باب نماز و بی نماز صحبت داشتیم. انشاءالله برای آدمی که اگر ذره در وجودش ایمان باشد، خدا ترسی باشد، این سخنهای ما البته در او تأثیر میکند و خانواده خدا گفت پیغمبر خدا امر بر نماز میکند. السلام علیکم داملای محترم. خدا شما را نگه دارد. ما از 90 کیلومتر هر جمعه اینجا می آییم و از شما خواهش دارم که یک جمعه در نماز جماعت و جمعه دیگرش در فضیلت علم و علما صحبت کنید و این کاسته ها را ما به شهرهای دور ارسال میکنیم. یعنی انشاءالله این برادر میداند که من چند جمعه خود اعلان کرده ایستادم که بعد سوال جواب در باب نماز جماعت صحبت میکنیم و در باب فضیلت علم و علما و یکی دیگر موضوع ما موضوع سطر هست. انشاءالله این موضوع ها که چند تکلیف ها شدگی هست انشاءالله من صحبت دارم. دوم سوال کردن امام بخاری چند حدیث در کتابش آورده است، امام مسلم چند حدیث در کتابش آورده است و سال تولدشان را میگفتید. امام بخاری که اصل نامش حضرت محمد است، محمد ابن اسماعیل، میگوید که من از بین 600,000 حدیث این امام بخاری میگوید که من 600,000 حدیث جمع کردم از پیغمبر و از بین اینها 7257 حدیث در کتاب صحیح بخاری وجود دارد و همین 7257 حدیث از بس که میگوید یعنی یک تکرار باز شدگی هستند، یعنی یک حدیث 2 بار 3 بار هم در این کتاب که آمدگی هست، از این خاطر حدیث های تازه به تکرارش 4000 هست و سال تولدش 194 هجری هست، بگیم 184 سال بعد پیغمبر خدا به دنیا آمدگی هستند و 256 هجری از دنیا گذشتن، همگی 62 سال حیات دیدند. در قصه ها می آید که همین باید ما و شما افتخار کنیم که این صحیح بخاری این بعد قرآن کتاب معتبرترین در روی دنیا به شمار می رود و این از اولادهای ما و شما هست. از بخارا محمد ابن اسماعیل، پدرشان هم آدمی با تقوا بودند، مادرشان هم آدمی با تقوا بودند.
یکی از دوستان پدرش حکایت میکرد در همین کتاب امام بخاری که وقتی در حالت سکرات مرگ بود پدرش اسماعیل، من خبرگیری رفتم و به سوی من گفت ای حجر، گفت حجر بودن این کس، اینقدر حیاتی که من دیدم، گفت قسم به خدا، گفت یک درهم حرام در خانه من وارد شدگی نیست، یک درهم حرام در خانه من وارد شدگی نیست. گفت و فرزندهاشم بسیار الکی خود همین فرزند محمد ابن اسماعیل خود گواهی میدهد که از چگونه اولاد البته به دنیا می آید. این از حساب لقمه حلال این فرزند به دنیا آمدگی هست. میگه در خردیش وقتی که این محمد تولد شد پدرشون از دنیا گذشتند. در آوان خردی میگوید همین محمد ابن اسماعیل نابینا شدند. خرد بودن میگد نابینا شدند. مادرشون بی نهایت غم میخورد و پیوسته شبها نماز تهجد داشت میگد زاره و تولا به درگاه پروردگار میکرد که خدایا این فرزند مرا بینا بگردان. شب از شبها میگوید در خوابش حضرت ابراهیم خلیل الله در آمد و گفت مادر، گفت این زاره و تولایی که تو به سوی خدا کردی خداوند دعای تو را اجابت کرد و فرزند تو را بینا گردانی. این مادر میگوید من از جا خیستم، تا زمان پیش فرزند میرفتم صدای همون ابراهیم از گوش من دور نمیرفت. همین صدای می آمد که فرزند تو شفا یافت، فرزند تو شفا یافت. آمدم نگاه کردم که این محمد شفا یافتگی از چشمهاش مثل چشمهای بینا میگه گشاده شدگی بود. 10 ساله بودن که حضرت الک حدیث از یاد میگفتن. 10 سالگی ده الک حدیث از یاد میگفتن. این هم یک افتخار مردم ما و شما است که ما صحیح بخاری داریم. و امام مسلم ابن حجاج نیشاپوری سال تولدش 204 هم گفتند، 206 هم گفتند، 216 هجری هم گفتند. و این حضرت 4000 حدیث در کتاب خودش جمع کردگی است که اینش به اینش باز تکرار آمدگی هست. این یک مختصرا جواب این برادری که برای ما گفتند. سلام داملای محترم، در یک معرکه یک حدیث پیغمبر را خواندم. یک دانشجوی اسلامی گفت که این حدیث را پیغمبر نگفته است بلکه این را دشمنان اسلام داخل کردند. داملای عزیز، آیا این حدیث از پیغمبر هست یا نه؟ و آیا این درست است یا که در حدیث های پیغمبر که در حدیث های پیغمبر باز حدیث های دروغ را هم دشمنان داخل کرده باشند؟ این برادر ما یک حدیث خوانده است که به نام انا مدینه العلم و علی بابها، که پیغمبر که حدیث ترمذی است میگوید که من شهر علم هستم و دروازه همان شهر حضرت علی هست. اگر چند در این اختلاف زیاد است، ابن جوزی میگوید بالکل این موضوع باطل است. این حدیث میگوید حدیث پیغمبر نیست. اگرچه میگه ترمذی روایت هم کرده باشد، لیکن ترمذی از لفظ خودش بازگشته است، گفته است من این سخن نگفتم. یعنی در اطراف این حدیث بحث های زیاد است. بعضی از محدثین ما و شما میگویند که این حدیث نه صحیح است نه باطل است بلکه حسن است، یعنی نیک است. این گونه هم بحث ها وجود دارد. از این خاطر من از بس که اختلاف های زیاد در اطرافش نگاه کردم برایم به یگان خلاصه نآمدم. انشاءالله این را باز من از داملاهای محترم میپرسم و بعدا صحیح ترش باز برای شما خبر میدهم، زیرا که در اطرافش خیلی سخنهای زیاد است. لیکن هر برادری که حدیث میگوید، امروز زمانی شده است که حدیث باید که راوی داشته باشد. حدیثی ضعیف است، حدیثی موضوع است، او حدیثی مثال صحیح است، باید که تو دانسته گویی. امروز زمانی نیست که هر کدام شما یک حدیث خوانین گویین که این را پیغمبر گفته است. میگوید که این برادر که آیا در حدیث های پیغمبر هم حدیث های دروغ در آوردند؟ در دوره های هارون الرشید میگوید وقتی که زندگی را
دستگیر کرد و حکم کرد که این زندقی را نابود کنید. زندقی به طرف هارون الرشید گفت ای هارون الرشید چرا مرا قتل میکنید؟ گفت تا که مخلوقهای خدا، تا که بندگان خدا از ضرر تو امین مانند. و بسیار ضرر میداد در مردم طله و تاراج میکرد. گفت ای هارون الرشید، گفت مرا قتل نکن، گفت زیرا که من 1000 حدیث در حدیث های پیغمبر از نام خودم تیار کرده در آوردم. اونها را چگونه جواب میگویی؟ اونها را چگونه جدا کرده میتانی؟ 1000 حدیث زندگی میگوید که من خود تیار کرده و در حدیث های پیغمبر پرداختم. شما آنها را جدا کرده نمیتونید. هارون الرشید گفتند تا زمانی که ابو اسحاق فزاری و عبدالله ابن مبارک باشد، گفت من انشاءالله، گفت اون حدیث هایی که تو تیار کرده و در حدیث های پیغمبر پرداخته ما جدا کرده حرف به حرف میگیریم شان. یعنی البته دشمنان اسلام در بین حدیث های پیغمبر خدا حدیث های زیاد پرداختند که امروز علمای ما و شما و پیشواهای ما و شما این حدیث ها را جدا کرده گرفته ایستادند که کدامش از پیغمبر هست و کدامش از پیغمبر نیست. داملای محترم حاجی میرزا، خداوند شما را از همه آفت و تهمت ها نگه دارد. بعداً یک سوال دارم. ما یک رئیس جماعت داریم و کسیته های شما را گوش کرده به شما مخلص است، لکن ما میگوییم که در توی معرکه من حاجی میرزا آمده امر معروف کند و تماما راضی نمی شود و اجازت هم نمی دهد. شما چی میگویید که تا که وی سخن شما را بشنود و به سر مقصد آید؟ رحمت به شما. اولا من چی میگویم؟ اولا میگویم خدای مهربان کدام رئیس جماعتی که نباشد خدا توفیق شان دهد، خدا هدایت شان کند تا که پیش راهی امر معروف و نهی منکر را نگیرند. کن حلقه دیل و جان و گوش پند و خرد. مولوی با رئیس جماعت خطاب میکنه، میگوید ای رئیس جماعت کن حلقه دیل و جان و گوش پند و خرد، در صحبت واعظان چو دیوار مشو. در صحبت واعظان چو دیوار مشو. دیوار پیش راه را میگیره. میگوید کسی نباشی پیش راهی واعظا را نگیر، پیش راهی امر معروف نگیر، بلکه از امر معروف خودت استفاده ببر، بلکه خودت تشکیل کن که تا که یک واعظ آمده مردم پند و نصیحت کند. امروز الحمدلله که اگر شما شب گوش کرده باشین رئیس جمهور پشتیبانی از اسلام میکند، پشتیبانی از دین اسلام میکند و میگوید که این دین، امشب ما گوش کردیم، همه شما گوش کردیم، این دین صلح‌خواه است، دین نیکخواه است، دینی هست که میخواهد در سراسر عالم صلح پیدا کند. این گونه دین است. این دین با تروریسم هیچ وابستگی ندارد. امشب اینها از زبان رئیس جمهور ما و شما صدا داد. وقتی رئیس جمهور پشتیبانی از اسلام کند، رئیس جماعت کی است؟ رئیس جمهور پشتیبانی از اسلام میکند. خدا میگوید فذکر فإن الذکر تنفع للمؤمنین. به مردم پند دهید. پند جمعیت آباد میکند. من چند برآمدهایی که در دوشنبه داشتم در بین بسیار وظیفه‌دارهای کلام بود. گفتیم پیغمبر خدا گفته است که هر وقتایی که اگر
شما امر معروف و نهی منکر را ترک کردید، برکت قرآن از آن سرزمین برداشته می شود. من امروز همین آرامی که در جمهوری می بینم و دائم دعا میکنم که خدا این آرامی را از ما نبردارد. من این آرامی را، این یکدیگر فهمی را در همین موعظه ها می بینم. این پیشروی هایی که ما دعا میکنیم در هر یک نماز که خداوند اقتصاد دولت ما را بلند گرداند، رهبری دولت ما را عمر دراز دهد، عملهای خیری که دارن برای آبادانی تاجیکستان خدا موفقشان گرداند، این دعاها یا تأثیر ندارند؟ البته تأثیر دارند. در بین 1000-2000 آدم دست میبرداری، خداوند دعای ما و شما را قبول میکند. پس باید که البته اون برادری که کسی نه اون مخلصی من میشد، هیچگاه من نمیکرد که در معرکه‌های اونها ما اشتراک نکنیم. این مخلص نبوده است. اگر مخلص میشد میگفت که البته این شخصی است که ما خودمان همچو یک آدم حکومت به حساب میرویم. ما از یگان دنیای دیگر نآمدیم، ما فرزند همین دیار هستیم و ما نیکخواه همین دیار هستیم و ما دائم دعا میکنیم که انشاءالله این جمهوری ما را خدای مهربان پرفیض و پربرکات نگه بدارد. خوش به حال همون رئیس جماعت هایی که در این کارها صد راه نمیشوند بلکه خود تشکیل میکنند. یکی وقتی که پیش راه را میگیرن فراموش نکنن که این نبطش ربک لشدید. خدا میگوید ای انسان یقین بدان که عذاب من بسیار دردناک است، عذاب من بسیار سخت است. کدام شما اگر مقابلیت نشان میدین، کدام شما اگر پیش راهی موعظه و اسلام میگیرین، فراموش نکنین که وعید حق بی‌نظیر است که ایزی دیرگیر و سختگیر است. خدا دیر میگیره و بسیار سخت میگیرد.